استاد جان، چقدر مدت وقت میشه که شما دچار این مریضی شدین؟ من تا 8 سالگی را خوب بودم. 8 سالگی خوب بودم، میگشتم استا. باز بعد از او دیگه تو روز در روز اینم شدم دیگه. دفعتا در اینمی حالت رسیدم. یکی از کلپایتان بسیار زیاد شما مشهور شده بودین. در اون کلپتان خواستتان از مردم چی بود؟ چی خواسته بودین؟ من گفته بودم که اگر کسی پیدا شود که می تداوی ما را کنه، زمینه کار و ما مساعد کنه، از پیشون بسیار زیاد خوش میشیم. دیگه بیکار هستیم، در خانه زیاد رنج میبرم، دیگه ایران موندیم، چی کنم؟ همین چی احساس داری که یکی از آرزوهایت برآورده شد که خودت خواستی گفتی میخوایم یک زمینه کار برام فراهم شود؟ تشکر، بسیار احساس خوشی دارم. دیگه یک آرزوی دیگه هم داره که بخیر خوب شوم، در سر پای استاد شوم. سلام و احترامات تقدیم میکنم به تمام عزیزایی که مرا از چنل یوتیوب ما هایپر میدیا بیننده هستند. امید دارم در هر نقطه از جهان که هستین همراه با خانواده هایتان در مهر و صمیمیت زندگی کنین. دوستای عزیز، باز من مهربان هدایتی در خدمت شما هستم به یکی دیگر از برنامه‌های بسیار خوبم. برنامه امروز ما با برنامه‌های دیگه نسبتاً متفاوت است. امروز در برنامه خود ما همراه یک جوانی که واقعاً به کمک و همکاری شما نیاز داره مصاحبه میکنم. صحبت میکنم درباره از اینکه چی چیز نیاز داره، مشکلش چی است و تا آخرین لحظات بیننده باشین برنامه ما. سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتان. سلامت باشین، زنده باشین. اگر خود بسیار زیاد کوتاه به بیننده ما معرفی کنین. سلام برسه خدمت تک تک شما عزیزای دل خوب هستین، جانکتان جور است. ما واسه اسم از شهر کابل، فعلا هم در کابل دیگه دفعتا در اینمی مریضی سردچار شدیم. استاد جان، چقدر مدت وقت میشه که شما دچار این مریضی شدین؟ من تا 8 سالگی را خوب بودم. 8 سالگی خوب بودم، میگشتم استا. باز بعد از او دیگه تو روز در روز اینم شدم دیگه. دفعتا در اینمی حالت رسیدم. جایی رفتین به خاطر تداوی؟ دکترها براتون چی گفتن که مریضی که فعلا دچار شما شده قابل تداوی است یا نیست؟ بله یادتونه، ما چند دفعه اینجا پیش دکترها زیاد رفتیم دیگه. ما تا قرض از بانک کشیدم، رفتم پاکستان دیگه، اونجا پچکاری کرد. متاسفانه که پچکاری کرد، مرا اینم تو از پای انداخت و از کمر ما او گرفت دیگه. دفعتا در اینمی حالت رسیدیم و دکترها یا میگه طرف هندوستان برو، آلمان برو، اونجا دیگه کای زورمو میکشه خوراک عزیزم. در اینمی حالت هستیم. بسیار خوب استاد جان. مصروف چی کاروبار هستین فعلا؟ فعلا بیکار. باز خرج خانه تانه کی میاره براتون؟ چند نفر هستین در خانه؟ در خانه 8 نفر هستیم دیگه. یک پدرکم هستم و کار میکنم. خدا مهربان است، تشویش نکنین. تحصیلاتتان تا چقدر است؟ چقدر درس خواندین؟ تحصیلات تا صرف 4-5 خواندیم. بعد از رفتن نتونستیم از این خاطر مریضی که میرفتم زود مفتادم در راه یا در مکتب خیلی زیاد اوگار میشدم دیگه. بعد از اون دیگه دلم از مکتب امید نرفتم. یکی از کلپایتان بسیار زیاد شما مشهور شده بودین. در اون کلپتان خواستتان از مردم چی بود؟ چی خواسته بودین؟ دیگه دفعتا بچه دم رویم اومد دیگه. ما گفته بودم که اگر کسی پیدا شود که می تداوی ما را کنه، زمینه کار و ما مساعد کنه، از پیشون بسیار زیاد خوش میشیم دیگه. بیکار هستیم، در خانه زیاد رنج میبرم، دیگه ایران موندیم، چی کنم دیگه. خودم جوان هستم. باز بعد از او که کلپ بیننده دیدن بر شما همکاری صورت گرفت؟ نه خیر. فعلا خواستتان چی است؟ کسایی که ما را بیننده هستن چی خواست داری ازشان؟ دیگه کسایی که اگر زورشون میکشه در این حالت هستیم، کمک کنن که تداوی میشود، بسیار از پیششون زیاد خوش میشم. اگر یک نفر پیدا شود که زمینه کار رو بر ما مساعد کنه، از پیششون بسیار خود زیاد خوش میشم. اگه یک نفر بیا اینجا بر شما زمینه کار فراهم کنه، شما را به کشورهای خارجی رایگان ببره به خاطر تداویتان، چه گفتنی داری برشان؟ دیگه به دربار خدا دیگه ارمان ندارم که من جور شم، در سر پای استاد شم که دیگر آوار بگردم.
واسه جان هیچ تشویش نکن، خداوند مهربان است. کلپتان ما میگیریم به یکی از تجارا، یکی از کسایی که بنیاد خیریه دارن شریک میسازیم. انشالله که امروز شما همکاری صورت میگیره، کمک صورت میگیره. انشالله خداوند مهربان است. خداوند مهربان است. بیننده عزیز، برنامه ما ادامه داره، تا آخرین لحظات بیننده باشین. فعلا من میرم پیش یکی از تجارا و کسایی که بنیاد خیریه داره. درباره همین جوان ما همراه صحبت میکنم، میخواین که ای واسه جان کمک کنن. تا آخرین لحظات بیننده باشین و از برنامه امروز ما لذت ببرید. دوستای عزیز، خوشبختانه فعلا من در سوپرمارکت هستم امروی واسه جان و اینجا امروی یکی از بنیانگذارای بنیاد خیریه من به تماس شدم و درباره مشکلات واسه جان امرویشان صحبت کردم. اینا حاضر شدن که به واسه جان کمک کنن. تا آخرین لحظات بیننده باشین که کسی که ما همراهش صحبت کردیم کسی است که با چهرهشان همه تان آشنایی دارید. اگر کدام حرف و کلام به بیننده داشته باشین. سلام علیکم. سلام به بیننده‌های عزیز چینل مایپر. ما امروز تصمیم داریم برای جوان معیوبی که به نام واسه جان است، یک ماه از انتظاری مرا داشتن، برشان زمینه سازی کار کنیم با کمک یکی از تاجران خیرخواه حاجی صاحب نظیر. و ما آمدیم به یکی از عمده فروشی‌ها سودا خریدیم، سودا برش خریدیم، می‌خوایم انتقال بدیم به کراچی. آقای احمدیار، چه چیز برای واسه جان خریدین؟ تمام ضروریاتی که یک دکان خوراک فروشی می داشته باشه، یک کسی که روی سرک میفروشه، جوس، انرژی، پیپسی، کیک، هر آن چیزی که ضرورتشان می باشه یک دکان خوراک می داشته برشان خرید کنیم. دوستای عزیز، فعلا میریم چیزایی که آقای احمدیار به واسه جان خریدن براش تسلیم میکنیم. تا آخرین لحظات بیننده باشین و لذت ببرید. دوستای عزیز، آل زمان عزیز رسیده چیزایی که آقای فواد احمدیار با واسه جان خریدن براش تسلیم کنیم. سلام دوباره واسه جان. یک جان تشکر میکنم از لالای ما. یک جان بسیار زیاد خوش هستم. یک جان تشکر. امیر، چه احساس داری که یکی از آرزوهایت برآورده شد که خودت خواستی، گفتی میخوایم یک زمینه کار برام فراهم شود؟ یک جان تشکر میکنم از فواد احمدیار لالای ما. دیگه تشکر، بسیار احساس خوشی دارم. دیگه یک آرزوی دیگه هم داره که بخیر خوب شوم، به سر پای استاد شوم. دیگه یک جان تشکر. سلامت باشین. انشالله آرزوهایی که دارین برآورده میشه. یک آرزویتون بود که زمینه کار براتون فراهم شود که فراهم شد. آرزوی دیگه تون که ادامه تحصیل است و میخواین بخیر به زودی صحتمند شوین، انشالله که میشین. و از آقای فواد احمدیار هم بسیار زیاد تشکری میکنم که به یکی از جوانای ما زمینه کار فراهم کرد. آقای احمدیار، خودتون چی گفتنی دارین؟ ما واسه جان جوانی است که از پای معلول هستن، برای ما یک ماه پیش تماس گرفتن که برای ما زمین سازی کار کو و ما تصمیم دارم با تعداد زیاد جوانان مثل واسه جان زمین سازی کار کنم. همیشه جور کردیم، مالی هم کار کردم. خوش هستم که با جوانای ما کار جور کنیم تا بتونن فامیل خود از طریق عاشق عبادت کنن. برشان کراچی گرفتیم، هر آن چیزی که خودشان خواستن برش گرفتیم تا که آرام باشن. بسیار زیاد تشکر. واقعا افتخار کشورم هستین، برای هموطنان گل ما لبخند میارین. آقای احمدیار، به عنوان آخرین پیامتان، اگر پیامتان رو به بیننده‌های ما شریک بسازین. کسایی که توانایی اقتصادی بالا داره خواهش میکنیم که با جوانان ما زمینه سازی کار کنن تا که دست از کارهای خلاف غیر قانونی، دست از گدایی دور کنن، بیاین کار کنن، با بازی خود استاد شون و فامیل خود عاشق عبادت کنن. بسیار زیاد تشکر و واقعا خرسند هستم از اینکه تونستین یک هموطن ما را کمک کنین، زمینی کار برشان مساعد کنین. دوستای عزیزی بود برنامه امروزی ما. امید دارم که از برنامه امروزی ما لذت برده باشین. کسایی که ما را بیننده هستن، تجارا، کسایی که بنیاد خیریه دارن، اما قسم هموطنان ما را برش زمینی کار مساعد کنه و کمکش کنه. شما را میسپارم به الله متعال. برنامه‌های بعدی ما را فراموش نکنین. الله مددگار.